آزاد سنگین آبادی هستم، وارد کننده رنگ‌های بایوتیک به خاورمیانه. توی جراحی تغییر رنگ چشم به روش سوما به چه نکاتی باید توجه بکنیم؟ ما لیست رنگ‌های پرطرفدار رو به دو گروه روشن و تیره تقسیم کردیم که رنگ‌های روشن مصنوعی ترن، معمولا رنگ‌های تیره طبیعی ترن. البته همشون بعد یه مدتی به سمت طبیعی تر شدن میرن. و نکته خیلی مهم اینه که توی جراحی سوما مثل کراچ پیگمنتیشن نیست که عملش موقت باشه، رنگ از بین بره و چشم سیاه بشه. تو ما به خاطر اینکه این مشکل رو برطرف کنیم تمام رنگ هایی که وارد میشه رو به صورت خام استفاده نمی کنیم، همه رو سانتریفیوژ غلیظ میکنیم، با روش سوما اون رو تزریق میکنیم که این اتفاق نیفته. پس روش سوما روش کراچ پیگمنتیشن نیست، با هم متفاوته که توی یک ویدیو در آینده تفاوت‌ها رو زیر ذره‌بین میبریم و حتما اون رو ببینیم. 3 تا عامل هست که روی اینی که رنگ طبیعی تر بشه تاثیر داره. یکی رنگ پوسته که پوستتون چه رنگیه، شکل صورت و چشم، نوار مشکی دور چشم یا لیمبال رینگی که از 3 تا رو توضیح میدیم. در مورد رنگ چشم هر چقدر تفاوت رنگ پوست و رنگ چشم بیشتر باشه رنگ مصنوعی تره، هر چقدر این تفاوت رنگ پوست و رنگ چشم کمتر باشه رنگ طبیعی تره. به همین خاطر باید این رو در نظر بگیرید که رنگ پوستتون، رنگ مو، رنگ دندون حتی و اون رنگی که انتخاب میکنید هر چقدر تفاوت بیشتر باشه مصنوعی تره، هر چی تفاوت کمتر باشه طبیعی تره. این رو خیلی خیلی دقت کنید که ما رنگ‌های تیره و روشن رو تقسیم بندی کردیم، از روی اینا شما میتونید انتخاب درست رو انجام بدید. این یه نکته. توی این عکس انواع رنگ‌های پوست رو می‌بینید. رنگ پوست سفید همه رنگ‌ها واسش طبیعیه و بهش میخوره، یعنی طبیعی تره، اینجوری بهتون بگم که چون تفاوت رنگ پوست و رنگ چشم کمه و باعث میشه طبیعی تر به نظر برسه. هر چقدر پوست به سمت سبزه تر شدن و تیره تر شدن بره، باید رنگ استفاده شده یا رنگ انتخابی شما که میخواید رنگتون طبیعی به نظر برسه باید رنگ تیره تری استفاده بشه که توی این لیست دارید میبینید. دومین عامل شکل چشم و صورته. هر چقدر چشم بزرگتر باشه، یعنی سفیدی چشم بیشتر توی دید باشه، تفاوت سفیدی چشم و رنگ چشم بیشتر باشه، اون موقع رنگ مصنوعی تره. به همین خاطر کسایی که رنگ چشمشون بزرگتره این افراد باید رنگ‌های تیره انتخاب کنن که رنگ طبیعی‌تر به نظر برسه و افرادی که چششون به اصطلاح خودمون بابا قوریه یا چششون یه خورده برآمده است، توی این افراد هم بهتره که رنگ‌های تیره رو انتخاب بکنید که رنگ بیشتر طبیعی به نظر برسه نسبت به رنگ‌های روشن. و کسانی که رنگ چششون کوچیکه یا چششون گود افتاده که علامت گودی اینه، افتادگی پلک منظورمون نیست، این دایره‌ای که کشیدیم این علامت این که چش گود افتاده. یعنی کسایی که اینجوری چششون گود افتاده و یا دور چششون پوستش خورده سیاه یا سیاهی رفته یا فرو رفته تره، تو این افراد رنگ ها طبیعی تره، حتی رنگ های روشن هم باز طبیعی تره. این نکته رو هم باید در نظر بگیرید. سومین عاملی که توضیح میدیم نوار مشکی یا همون لیمبال رینگ. توی رنگ های روشن بهتره که لیمبال رینگ باشه که در آینده خط و خطوطش کمتر بشه. لیمبال رینگ هم چشم بزرگتر به نظر میرسونه و هم این که باعث میشه در آینده، نه حین عمل، نه یکی دو ماه، در آینده خط و خطوط کمتر بشه. این هم داشته باشید. و کسایی که رنگ تیره انتخاب میکنن بود و نبود لیمبال رینگ خیلی تأثیری نداره، یعنی میتونن با لیمبال رینگ باشه یا بدون لیمبال رینگ باشه، اگرچه لیمبال رینگ برداشتنش کار جراح رو خیلی سخت میکنه ولی خب میشه لیمبال رینگ رو هم برداشت. و عامل خیلی مهمی که خیلی هم پرسیده میشه، آیا رنگ از بین میره یا نه؟ در روش سوما مثل کراچ پیگمنتیشن نیست، رنگ از بین نمیره، منتها مثل لباسی که جلو آفتاب پهن میشه، چون اون نور آفتاب باعث شکسته شدن پیگمان ها و اکسیدیشن میشه، ممکنه که تغییر رنگ بده. منتها تغییر رنگ به این شکل شما لباستون رو جلو آفتاب ببینید چند مدت، 1 سال 2 سال باشه، بعد لایه رو با زیرش رو مقایسه کنید میبینید یه تفاوت رنگی هست ولی همچنان مثلا آبی هست یا مثل این شکله، پس رنگ سر جاش از بین نمیره، ممکنه یه خورده تیره تر یا روشن تر بشه که به رنگ بستگی داره که اگه از ما بپرسید رنگ انتخابیتون کدومه،
بهتون میگیم که رنگ تیره تر میشه یا روشن تر میشه، پس رنگ از بین نمیره. برای جلوگیری از این اتفاق هم جلوی نور مستقیم آفتاب باید حتما عینک بزنید، یعنی کسایی که عمل کردن جلوی نور مستقیم عینک بزنن، نور عادی هم عینک لازم نیست. این نکته خیلی مهمه. و 3 تا نکته، چون رنگ‌های تقلبی با مارکای بایوتیک توی بازار زیاد شده، به زودی سایت خود فرانسویه یه سایت رو راه اندازی کرده که سریال نامبر هر رنگی که به اسم شما ثبت شده رو تو این سایت بزنید میزنه که این رنگ به اسم شما ثبت شده، رنگ اصلی یا بدله، که به زودی این هم راه اندازی میشه. تست رنگ حتما انجام بشه، چون نتیجه طولانی مدت رو نشون میده با برنامه بایوکروموسوما، نه همون لحظه. این حتما باید همه کسایی که انجام دادن بشه. و تفاوت‌های روش کرات پیگمنتیشن و سوما هم که در آینده منتشر میشه حتما ببینیدش.